من برای اراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی کنم، بلکه آن را با قدرت فرزندان کشورم به دست می آورم. وقایع ایران مملو از رخدادهای غم‌انگیز و یأس‌آوری است که نگارش و بازگویی آن به سادگی امکان پذیر نیست. در سالهایی که ایران از گردونه بازی‌های سیاسی جهان کنار رفته بود، دنیا با تغییرات و جابجایی‌های شگرفی مواجه شده بود. اروپا از تاریکی قرون وسطی خارج شد و دولت‌های قدرتمندی در حال شکل‌گیری بودند. در غرب اروپا اسپانیا مبدل به قدرت عظیم دریایی و زمینی شده و فرانسه و انگلیس در اثر جنگ‌های 100 ساله ارتش‌های کارآزموده و جنگجو پیدا کرده بودند. امپراتوری آلمان از تجمع ده‌ها شاهزاده نشین جنگجو و ثروتمند تشکیل شده بود که به رغم تشدد در تصمیم گیری از جمعیت و قدرت فراوانی برخوردار بود. در مرکز و شرق اروپا قدرت‌های عظیمی از خاکستر حملات مغول شکل گرفته بودند. لهستان و مجارستان مرتب در حال قدرتمندتر شدن بودند. در غرب روسیه شاهزاده نشینان مسکو قدرت خود را تثبیت کردند، اما خطر بزرگ دیگری درست در شمال غرب و غرب ایران شکل گرفته بود که حتی تمامی نیروهای نامبرده در بالا از آن واهمه داشتند: امپراتوری عثمانی.